سلام بچه‌ها، وقت همگی بخیر. امیدوارم تا اینجای کورس کندل دنس لذت برده باشید، استفاده کرده باشید و تمرین‌های مستمر داشته باشید و اون سودی که دوست داشتید رو تجربه کرده باشید. بچه‌ها، این جلسه میخوام بهتون یاد بدم حد ضررتون رو کجا بذارید. یعنی چی؟ یعنی اگر مارکت رفت توی سود و یه وقت میخواست برگرده و ما رفتیم توی ضرر، کجا خارج بشیم. این خیلی مهمه. اگر شما ندونید کجا با ضرر خارج بشید، جای مناسب خارج نشید، شما اصلا فلج میشید. میدونید چی میگم؟ مثلا مارکت رفته توی ضرر، با خودت میگی با این ضرر خارج نشم، شاید برگرده سود کنم. یا با خودت میگی بذار با همین ضرر ببندمش. نمیذاری بیشتر مارکت خودشو نشون بده و نفس بکشه. میدونی اینا رو حالا توی ترید خیلی تجربه میکنی و حرفمو بهتر متوجه میشی. ولی حد ضرر گذاشتن خیلی مهمه و مفهوم اصلیش چیه؟ بذارید من یه دقیقه قلم اینو در بیارم. بچه‌ها، مفهوم اصلی حد ضرر گذاشتن اینه که شما وقتی که مثلا توی منطقه A وارد مارکت شدید، بگید آره به احتمال زیاد این اتفاق براش میفته و حد ضرر رو بذارید اون جایی که احتمالش از همه کمتره و اگر اون احتمال اتفاق افتاد کلا مسیر مارکت عوض شده باشه، نه اینکه صرفا بیاد حد ضرر شما رو بزنه بعد بره بالا. یعنی این اتفاق رو به کمترین حالت ممکن برسونیم. شما باید یاد بگیرید حد ضررتون رو جایی بذارید که اگر مارکت برگشت بگیم آره وضعیت مارکت عوض شده. حالا توی جلسه بعدی همین کورس بهتون یاد میدم چطوری وضعیت‌های مختلف رو متوجه بشید که اون خیلی کمکتون میکنه. ولی وقتی که شما اینجا وارد مارکت شدی، مثلا با سعودی باید حد ضررت رو جایی بذاری که اگر برگشت و شد نزولی و مارکت باعث میشد تو ضرر کنی، اونجا حد ضررت بخوره و بیشتر از اون ضرر نکنی. کل فلسفهش اینه که ما یک مقدار تعیین شده ضرر کنیم و بیشتر از اون حسابمون رو در خطر نذاریم. کل کانسپتش اینه. حالا باید چی کار کنیم؟ بچه‌ها، شما همونطور که یاد گرفتید در یک روند صعودی جاهای بای میگیرید که به شما سیگنال بای بده. این سیگنال بای چجوریه؟ مثلا توی این منطقه به شما نزولی سعودی یا خنثی سعودی میده. این کاملا مشخصه. اینو قشنگ یادتونه جلسه پیش بهتون، جلسه قبلش تازه بهتون گفته بودم که حد سود بهتون یاد دادم اینجاش رو ببندید. فرض کنید اینجا الان یک کندل خنثی زده شده و بعد از اون یک کندل سعودی زده شده. حد ضرر رو کجا بذاریم بهتره؟ حد ضرر باید با یک فاصله تعیین شده پشت این سیگنالی باشه که شما گرفتید. یعنی این داستان. آقا شما اینجا وارد شدی، وارد معامله بای شدی، درست، منتظری مارکت همینجوری بره بالا و اینجا با سود خارج شی. اوکی؟ حالا وقتی برگشت رفت توی ضرر چطوری خارج بشم؟ باید دقیقاً بذاری پشت این و هیچ کاری با مارکت نداشته باش. بذار کارشو بکنه، بذار بیاد اینجا برای خودش بازی در بیاره. تا وقتی که حد ضرر تو رو نزده معامله بازه. الکی وسوسه نشو ببندی. مارکت به احتمال زیاد از همینجا برگرده بره بالا و حد سود بخوری. پس حد ضرر رو باید بذاری پشت اون الگویی که باهاش وارد معامله خرید شدی. من اینا رو برگردونم. حالا لزوما نباید خنثی سعودی باشه، شاید نزولی سعودی باشه. ببین اگر نزولی سعودی بود اینو باید بیارم پایین‌تر. این نزولی بعدش یه سعودی زده. خب شما بازم باید حد ضرر رو با یک فاصله معین بذارید پشت این الگو، یا سعودی باشه بعد پایینش بذارید چون معامله بای هست. شما اینجا معامله خرید دارید، حد ضررت این پایین. این ابزار خیلی کمکتون میکنه. بذارید من برگردونم. این ابزار سمت راست خیلی کمکتون میکنه. حد ضرر اینجا، نقطه ورود اون وسط، حد سودتون هم که حالا مشخص میشه اون بالا کجا به شما سیگنال نزولی خنثی نزولی سعودی نزولی بده. هر جا این اتفاق افتاد شما با یه
سود مشخص خارج میشی. اگر هم بخوای با ضرر مشخص خارج میشی باید این پشت باشه. و برای روند نزولی به چه صورته؟ آقا روند نزولی مارکت داره میریزه، اینجا به ما یک موقعیت فروش داده، اینجا کندل خنثی یا مثلا صعودی نزولی داده، پشت این کندل یعنی بالاش شما باید حد ضرر بذارید و کجا وارد معامله شدید؟ همینجا وارد معامله شدید، حد ضررتون بالای اون داستان به این صورت و حد سودتون هم جایی که به شما سیگنال خلاف بده. مثلا اینجا به شما گفته نزول سودی شما اینجا با سود خارج میشید. روند نزولیه، مارکت به شما گفته سودی نزولی وارد شدید، حد ضرر رو گذاشتید بالای استراکچری که میگم یعنی این محوطه رو در نظر بگیرید، حد ضرر بیاد بالای این، به این میگن SL استاپ لاس. میگه آقا بیشتر از این ضرر نکن، اینجا اگر حد ضرر خوردی مارکت دیگه وضعیتش عوض شده، اگر حد ضرر نذاری همینجوری میره حسابتون میخوره. ولی اگر اینجا حد ضرر بذاری مارکت اگر برگرده شما با یک ضرر کم خارج میشید و جلوتر سودهای خیلی خوبی میگیرید و مارکت به اینجاها میرسه و با این الگوها با سود خارج میشید و حسابتون رو رشد میدید. به این صورت با کندل لنز حد ضرر مناسبت رو انتخاب کن. امیدوارم این جلسه هم برای شما مفید بوده باشه. خیلی مخلصیم.